این روزها تیر میشه، این ساعتها تیر میشه، ما از مبارزه خود خسته نمیشیم. نه از امنیت آرام ماندیم، نه از حوزه آرام ماندیم، نه از مترجم قرآن آرام ماندیم، از مفسر قرآن آرام ماندیم. او هم بر ما غم جور شد، گفت از نزدیک ما کوچ بکنیم. عالم هم ما را آرام نمان، گفت از اینجا کوچ بکن، اینجا بر دارالعلومتان نباشه. کلانای جهاد ما هم شنگ خود نشان دادن و ما را آرام نگذاشتن، اما دسیسه ها پنهان باقی نمیمانه. اگر امروز پیش مسلمان پنهان است، صبح انشاءالله در قبر پیش الله آشکارا میشه، در پیش مخلوق الله تو به نام مجاهد استاد میشی، بازی شاهدی نمیدی. ما خو ایران به این ماندیم که چه قسم وجدان باشه که درس قرآن و حدیث آدم توقف بده، چه قسم وجدان باشه، چه قسم غیرت